ماه گذشته گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد گلکسی زد فولد 7 به عنوان باریک‌ترین گوشی تاشو بازار معرفی خواهد شد. اما حالا اطلاعات دقیق‌تری از این پرچمدار آینده سامسونگ در دسترس قرار گرفته که از پیشرفت‌های مهم دیگری در طراحی آن خبر می‌دهند. بر اساس ادعای افشاگر معروف آیس یونیورس، ضخامت حاشیه‌های نمایشگر گلکسی زد فولد 7 به حدود 1 میلیمتر میرسد، در حالی که در نسل قبل یعنی زد فولد 6 این عدد 1.9 میلیمتر بود. بر اساس جدیدترین اطلاعات فاش شده، هر دو گوشی تاشو جدید سامسونگ یعنی گلکسی زد فولد 7 و گلکسی زد فلیپ 7 به تراشه قدرتمند اسنپ دراگون 8 نسل 3 مجهز خواهند شد. پردازنده‌ای بهینه شده که عملکردی سریع‌تر و مصرف انرژی بهتری نسبت به نسل قبل ارائه می‌دهد. این دو گوشی همانند خیلی از پرچمدارهای دیگر بازار با 12 گیگابایت رم و گزینه‌های حافظه داخلی 256 یا 512 گیگابایت روانه بازار خواهند شد و به صورت پیش‌فرض با رابط کاربری وان یو آی 8 مبتنی بر اندروید جدید عرضه می‌شود. تجربه روان و شخصی سازی شده از اکوسیستم سامسونگ. گلکسی زد فولد 7 با طراحی باریک‌تر و نمایشگرهای گسترده‌تر نسبت به نسل قبل، یک انتخاب ایدئال برای کاربران حرفه‌ای، علاقه‌مندان به چند وظیفگی و عاشقان فناوری‌های نو است. با نمایشگر کاور بزرگتر و حفظ طراحی ظریف، گلکسی زد فلیپ 7 همچنان به عنوان گوشی تاشوی محبوب کاربران جوان و خوش سلیقه شناخته خواهد شد. اگر شما هم در فکر خرید یک گوشی تاشو با قیمت مناسب هستید، احتمالاً گلکسی زد فلیپ 7 یکی از گزینه‌های هیجان انگیز بازار در سال 1404 خواهد بود.